سلام علیکم دلیجو. زبایده سلام. چیکل؟ بار کن. باپی جو؟ خونه. ها. خیلی. سلام علیکم. سلام. نبور دیگه. چه برادر؟ یک ساعت بود رفتو. اشتودی؟ ها زبایده جو چیکل؟ رحمت دوستم شما چه خیر؟ بور زندگی همه خوب؟ رحمت. زندگی چه خیر؟ خداوند ساز. بور. ای برادر عزیز همه چی را پرسیدی همین زندگی را نپرس برای باز برای چی؟ راستی همین سیر زندگی را نفهمیدیم و نیفتی جون زنک دوای زنک تمام بزرگان و عالمان در طول تاریخ دوای زنک نیافتن ما تو میابیم با خدا برادر عزیز خطی یک مادر پیری ما ساز آمدی نمیکنه راستی گفت های زیق میشیم چیکار کنیم؟ چی میخوانه؟ میگم میرم اینجا جای ما نیست ما باید علایده زندگی کنیم یا ما یا مادرت حیران های مونش رفتن گیرم؟ من یک مادر دارم مونش رفتن گیرم میگم ای بچه با زندگی چی میشه؟ خدا چی میشه؟ زیرا جون یک گفت گویم من از همین گفی خدا خلاصه برآوردن ممکن که همش عیب خدا ای بچه من چی گناه دارم؟ چی گناه دارم؟ دلت به زندگیت میسوزد دلت به فرزندت میسوزد میترسی که مبادا زنم یکی برآمدن نرود زنی تو هم اون قدر اگو بیفهم نیست و انا همین از همین جهت میدونه که تو بسیار میترسی که مبادا زندگیت ویران نشود انا همین سوء استفاده کرده علاج کردنی که از خانه شما برآمدن مستقل شود و هیچ کاری خواهد آزاد کردن میره دیگر بالای سر خوشتامان نیست دیگر راست همون چی میگن سلسله فیلم ترکی تماشا کردن میشنه بله خدا راست برادر عزیز با مادر بودن غنیمت است بله یک دعای مادر از دنیا بهتر است برای همین اگر گفی من اگر یک بار مردک شو اونم خیلی ایستاده من مرحمت برای مادر رو کنی بینیم تا کجا میرود یک بار همین کارو میکنی راست چی بینی؟ اگر اومده رحمت نگفتی برادر تکون تمام چیزی که میرم میگو تمام رحمت دوستم رحمت زنده باشی ماما باور کن این همه روز اومد نه آخی بیزار کرد رنگی پشه خاموشت از پشتم گشته میگه که کلینجان این کارت این خیلی کلینجان اون کارت اون خیلی نمیدونم بیزار کرد به خدا چیکار کردم نمیدونم چه زندگی میکنم من این کمپیرکتی ها بوده نمیدونم به خدا اوزی رفتگی خانه همسایه انچه بیزار کرد چی؟ فولبین؟ تو تیفونه ای؟ نمیبینی که حاضر هر روز از تلویزور یک تا فولبین قپیده نشان داده ایستن کمش همین مونده بود که منم برم بهش فولبین رفته گفته رکلام کنه نه؟ این نه آخی نمیدونم گفته ایستم که خونه همسایه رفته اجزه غیبت کردن چی نمیدونم برای چی در کاره این نگو هوه به خدا همقدر ترسون چکه که نه پیش اوچهش میترسد در پشتی ما نگیرد تماما گبزدن نمیتوند ای با فکرم پشت من اومد خیلی نگشت با اومد عزیزه خیلی این چی حال ابحاله ما در اینجا آدمی زندگی میکنن یا میمون میبیا میزبان میبیا ای به شهر میشده بعد گم زنی میگه یک کمپیر گم میزن این چی حاله این چی به ترتیبیه
زنه چی شد باش خواهد آویزون گویا که نمیداند. چی رو باید اونم؟ نمیبینید که همینجا از سر تا بگو غرغرای اوچتون اون منم زندگی بدیلم زد. زنه بیا چی بگم؟ همین اوچه هم راست میگم. در حیات کم تا زنه که تنبل و به ترتیب و به تمیزی من؟ باور کن اوچه مرا همه میدونم. هر وقت زنه که زیکه و تازه و آزاده بود. گوش کنید آخرون بار آگاهتون میکنم بیایید به نغزی از همین خانه رویم و اگر نه من خودم میروم خواهید اگر ایستادن اینه که یه چی ترس ماندادیم برای رفتن گوش که زنه انیق رفتنی ها؟ شید را چیزی شو را جان کن من منتظر میشم از راستی؟ را اوچم گفتن که یک 4 تا چیزو چورت گیرو یک 2 تا لباس تگیر تمام اوچه درست گفته است بیا بین در پوش کن تمام؟ ها؟ تمام؟ ها خیلی پیش در مادرتون آگاه نمیکنین پیش در رو گفتم بیا پاپیشتون پوشن پاپیشی دادرک تا پوشن رفتی؟ پناهتان بخدا چی؟ شما نمیدین قطعی ما اگر تو ناموس داشته باشی دویم برا به این خانه بر نمیگردی من یک مادر دارم زن باشه بسیار نفهمیدم داداش چیکار کردین شما؟ درکشین؟ داداش؟ خودم التماس داداش درکشین اخی؟ زبیدالله بچه این درکی کم میزنه لبا اوچه جون این درکی کم میزنه کدام جوگه اوچه جون ای کشا بچه جون کشا عیب میشه ای اوچه جون این خمه کوبت مونده میشه میره آخی ای جونی چه خیلی نگو کشا که عیبه این کلین در کجا باشه نه؟ کلین حاضر آمدم بچه درک شوخی اوچه جون در کار نیست برای نفعه کارت موشه چی؟ کشا درک اوچه جون ای یک طرفی اوچه جون این آوازی کلینه کن خدا ای تو چکار میکنی در بیرانو؟ چکار میکنی در؟ دیگه تکرار نمیکنم من هیچ چیز نفهمیدم چی گپ شده؟ منم میبخشید برای چی؟ اوچه جون مونش برا برای چی؟ این روزی دراز یک گپ داره مادریت روزی دراز میگه همه کاری ما در کار میگیره یا ما یا مادرت این انتخاب چه کرده مونش برا کلی جان بوده کارگیر خونه درو اوچه درو رفت اوچه جون گیر من دیگه تکرار نمیکنم مالش کلی جان بوده کارگیر خونه درو اوچه بچه هیچ چیز نفهمیدم کلی جان من برای خوشبختی خودت میگویم یک عمر من انمیخی تازه و آزاده زندگی کردم لیکن من از تو این کار رو انتظار نبودم دیگر هیچ وقت تکرار نکنه فهمیدی کلی جان اوچه نباشد زندگیت رو از دست میدهی خب خاله جان تکرار نمیکنم زن می تواند خانه بسازد و می تواند آن را بسوزاند. خواهرانم
дар хонадони шавҳаронатон дарахти меҳр шиноед, на кина. зеро модаре ки бо 100 орзуву ҳавас писарашро хонадор мекунад, лоиқ нест ки ҷавоби сахт бишнавад. ва келине ки бо забони тунд хона месӯзонад, як рӯз не як рӯз дар оташи пушаймонӣ месӯзад.